سلام. اگر داری این ویدیو رو میبینی و آقا هستی بهت پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو رو ببین. اگر خانم هستین پیشنهاد میکنم برین ویدیوهای دیگه همون رو ببینید. میخوام در مورد چی بگم؟ میخوام در مورد سرطان بیضه حرف بزنم. یکی از سرطانایی که مختص آقایونه و ممکنه اتفاق بیفته برای هر کسی. ببینید توی سرطان بیضه یه سری علائمی داریم. میخوایم این علائم رو بگیم که اگر باهاش روبرو شدین سریعتر برین سراغ درمان و سراغ تشخیص. اولین علامتی که ممکنه دیده بشه اینه که یه توده‌ای توی بیضه، توی کیسه بیضه دیده بشه یا لمس بشه در واقع. ببینید اولین چیزی که ممکنه توی سرطان اتفاق بیفته توده است، یا اینکه ما ببینیم اون کیسه بیضه متورم شده، اصطلاحاً میگن آب آورده یا هیدروسل. این میتونه یکی از علائم و نشونه های سرطان بیضه باشه. یکی دیگهش چیه؟ درده. داشتن درد توی کیسه بیضه میتونه علائمی باشه برای سرطان بیضه. علاوه بر درد توی اون ناحیه تناسلی ممکنه که بیمارا درد توی سینه هم داشته باشن. علتش چی است؟ علتش به خاطر تغییرات هورمونیه، چون معمولا این توده ها میتونن هورمون تولید کنن و خب به خاطر بالا رفتن یا پایین رفتن یه سری هورمونا و به هم خوردن اون تعادل ممکنه درد توی شکم یا حتی در واقع بیشتر توی قفسه سینه و سینه ها احساس کنن. پس داشتن درد هم میتونه یکی از علائمش باشه. اما خب باید چی کار کنیم؟ ببینید بهترین کاری که وجود داره اینه که معاینه خود طرف انجام بده، یعنی خود شخص بیاد به صورت روتین معایناتش رو انجام بده. کاری هم نداره، یعنی شما با لمس اون کیسه بیضه میتونید متوجه بشید که آقا یه توده‌ای داخلش هست، یا این که مثلا میگم یه چیزی به دستتون میخوره که اضافه است. کسایی که این سرطان رو دارن معمولا یه احساس سنگینی میکنن، پس اگر این احساس رو هم داشتین حتما یه خود معاینه‌ای انجام بدین، یعنی خودتون معاینه کنید ببینید مشکلی نداشته باشه. پس اینها شدن چیزایی که خیلی مهمن. اما خب یکی از ریسک فاکتوراش یه چیزی که خیلی مهمه که معمولا توی سابقهشون دیده میشه، در واقع توی سابقه پزشکیشون، اینه که این افراد توی بچگی بیضه‌شون سریع نیومده توی کیسه در واقع اسکروتوم یا کیسه بیضه. ببینید در زمان جنینی این بیضه داخل شکم قرار داره و وقتی که جنین به دنیا میاد، بچه به دنیا میاد، کم کم اون بیضه میاد پایین از طریق یه سری لوله هایی که حالا کاری نداریم چی هست اسمش، از طریق اون لوله ها میاد پایین و سر جاش قرار میگیره و میدونیم که خب اون کیسه کلان از محوطه شکم خارجه. معمولا دماش یه کمی سردتر نسبت به خود بدن و این نیازه واسه کار اون تولید اسپرم و در واقع کار بیضه ها لازم هستش که یه ذره سردتر باشه. پس چی میشه؟ اون بیضه داخل شکم میمونه توی محیطی که دما براش مساعد نیست، یعنی گرمتره قرار میگیره و وقتی که توی این محیط قرار میگیره احتمال این که یه سلولی اون وسط سرطانی بشه، یه سری تغییراتی براش ایجاد بشه که بخواد مثلا زود تولید مثل کنه و زیاد بشه و در واقع یه رشد خیلی سرطانی واری داشته باشه زیاد میشه. پس اگر توی بچگی این اتفاق براتون افتاده و میدونید که توی سابقه پزشکیتون این بوده قبلا، حتما الان به صورت دوره هفته‌ای، ماهانه، سالانه، هر طور که هست یه سری معاینات خیلی ساده خودتون ببینید که آیا مشکلی دارید، مشکلی ندارید، احساس سنگینی میکنید توی ناحیه تناسلیتون، احساس این که مثلا یه توده یا نمیدونم به صورت مثلا میبینید کم کم داره اون کیسه بیضه بزرگ میشه و حجمش داره زیاد میشه. اگر این علائم رو دیدید حتما به پزشک مراجعه کنید و پیگیری کنید که از نظر سرطان اتفاق براتون نیفتاده باشه، یا اگر اتفاق افتاده سریعتر درمانش رو بگیرید، چون معمولا در مراحل اولیه اگر درمان بگیرن افراد معمولا خوب میشن و بعدا هم مشکلی ندارن. اما میترسیم از اون موقعی که دیرتر بریم سراغ درمان. انشاءالله که همیشه سلامت باشید. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اگر با سبک ویدیوهای ما حال میکنید کانالمون رو دنبال کنید و بقیه ویدیوهامون هم ببینید. دمتون گرم.